سفیر حقوق بشر بریتانیا میگوید که طالبان باید به محدودیت‌های غیر انسانی که بر زنان و دختران افغان اعمال شده اند پایان دهند. الینور سندرز که در 58مین نشست شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد صحبت می کرد، از جامعه جهانی خواسته است که فشارها بر طالبان را حفظ کنند تا این گروه به محدودیت‌هایش علیه زنان و دختران خاتمه دهد. او ممنوعیت طالبان بر آموزش و کار زنان را محکوم کرد و آن را یک تصمیم وحشتناک خواند. سفیر حقوق بشر بریتانیا تأکید کرده است که آینده روشن برای افغانستان تنها در صورتی ممکن است که تمام حقوق زنان و دختران رعایت شود. او در این نشست حمایت خود را از به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی در افغانستان و عنوان جنایت علیه بشریت از سوی کشورهای جهان ابراز کرده گفت که رویکرد طالبان در برابر زنان افغانستان باید در چارچوب حقوق بین المللی پیگرد شود. این در حالی است که طالبان در نزدیک به 4 سال گذشته محدودیت‌های شدیدی بر زنان افغان وضع کرده اند و حتی آنها را از حقوق انسانیشان محروم ساخته اند.